به کی میخندی آقای هالوک؟ صبر کن، اگه من امشب مچ تو رو نگرفتم. وای زهر ترک شدم. اینجا چی کار میکنی؟ تو وقتی بچه بودی سرت به جای نخورده؟ ممکنه به سرت ضربه‌ای خورده باشه ها؟ انتظار داری بفهمم چی میگی؟ تو واسه چی اومدی اینجا؟ اومدم تا مطمئن بشم که خفه نشدی. ببین منو، خفه نشدم، الانم دارم میرم. شب بخیر. خیلی خب ببین، هر کاری میخوای بکن، خودت میدونی. وقتی دایم تو رو جلوش ببینه فکر میکنی چی کار میکنه؟ براش چه توضیحی داری؟ من چرا باید بهش توضیح بدم؟ اونه که داره با دخترای مردم به مامانم خیانت میکنه، اون باید توضیح بده. هنوزم داره میگه دخترای مردم. ببین هیç دختری وجود نداره، میفهمی؟ هنوز Yoksa bile muhtemelen gelecek. Az önce telefonda Brad Pitt görmüş Selin gibi gülüyordu. Ne kimse gelmezse? Ya aklımı niye karıştırıyorsun? Kaçırdım işte adamı. حق با توه، باید میذاشتم بری و ضایع میشدی. من احمقم که تو رو نجات میدم. آفرین. الان پس من اینجا چی کار کنم؟ تو فکری داری؟ صندوق عقب، دوباره اگه خواستی برو توش. موتور اینجاست، میای؟ مگه چاره دیگه ای هم دارم؟ فیلم کمدی اما فقط من دارم میخندم. نه بابا خیلی خنده داره. آره دلدرد گرفتیم انقدر خندیدیم. به روش نیار، میخوام کارمون پیش بره، ولش کن. از آشپزخونه چیزی میخوای؟ من که راحتم. انگار خونه باباشه. تو همینجا بمون. بگو ببینم میخوای چی کار کنی؟ چی کار میخوام بکنم؟ داریم فیلم میبینیم دیگه. من هی دارم ازت فرار میکنم بازم بهم میچسبی. تو که به خواستت رسیدی، از اون خونه که رفتم قصد برگشتنم ندارم. واسه همیشه رفتی؟ حیف شد. پس تو بغل هم دیگه گریه نمی کنی؟ ببین هم تو همون خواهرای احمقت حال منو به هم میزنین. دوست ندارم هیچ کدومتونو ببینم. چرا اینطوری میگی؟ ما خیلی دلمون برات تنگ میشه. توی تخت خوابت گلای داوودی پهن میکنی. دختر تو چرا اینجایی ها؟ تو بودی به من میگفتی از دوستام دور شو؟ آره تو هم که ماشاءالله خوب آویزونش شدی. نه دوستای تو نتونستن از من دست بکشن. ببین بچه چی میگم، به من زیاد گیر نده. این فضا مناسب تو نیست. اینجا مثل ازمیر نیست که بتونی راه بیفتی دنبال پسرا. اذیت میشی. منظورت کیه؟ تو و دوستای خیالیت؟ آره من اذیتت میکنم. آره من اذیتت میکنم. تو فقط میتونی اون چشمای زیبای آبی تو گنده کنی و تهدید کنی. کار دیگه ای نمیتونی بکنی. گوش کن خیلی برات گرون تموم میشه. از اینجا برو. بیاین دیگه، فیلمو نگه داشتم منتظر شما. خواهر و برادریم، درد و دل میکنیم دیگه. میگم امر جون من خیلی خوابم میاد، بریم دیگه ها. فیلم چی؟ آخرش معلومه دیگه. خب پس بریم. خونه هم اینجاست، میتونی پیاده بری. پس تو میخوای چی کار کنی؟ کار دارم. چه کاری تو این ساعت؟ من
من تو کارهای بیعقلانه دخالت میکنم؟ خب کنجکاو شدم، زود جبهه نگیر. کنجکاو نشو، ولش کن. باشه من دارم میرم. تو از تاریکی میترسی؟ نه بابا، از چی بترسم؟ خونه همینجاست، اگه چیزی شد داد بزنی میام. باشه ممنون. با من کاری نداشته باش. یعنی اینجا چی کار داره؟ از فضولی نمیتونم بخوابم. فردا میبینیم همدیگه رو؟ ببینم چی میشه. فردا تنیس بازی میکنیم، اگه دوست داری تو هم. منم تنیس خیلی دوست دارم. مسابقه توچه است، من قاطی کردم. کلا ولش کن. توچه همون دختره؟ آره ولش کن، من کلا یادم رفته بود. کارهای دیگه میکنیم. من دوست ندارم برنامه تو به هم بزنم. بریم فردا میبینم امر جون. میدونستی من از کی دیوونت شدم؟ شاید از همون لحظه ای که منو دیدی. چیز الان نه، روشم پاک میشه. پس کی پاک بشه؟ کجایی یکیه دونم؟ کجایی؟ آخرین بار با همینجا بودین مگه نه؟ مرد دقیقا همینجا. خودت که اینطوری گفته بودی. نمیخوام دعوا کنم، فقط میخوام تنها باشم. امروز 18 سالش تموم میشد. فقط من و تو یادمونه. وقتی اولین بار اومدیم اینجا همه با من دشمنی میکردن. تو سالن بسکتبال یه اتفاقی افتاده بود، یادته؟ همشون به من حمله کردن، حتی علی هم کنارشون بود. فقط تو کنارم واسطه بودی. اون روز خیلی کنجکاو شده بودم، میخواستم بدونم چرا این کاری کردی. به کمک نیاز داشتی مرد. اینا چی دارن میگن؟ بعدن فهمیدم به خاطر ملیسا بود. عاشق خواهرم بودی، واسه همین. این چه ربطی به ملیسا داشت مرد؟ تو صمیمی‌ترین دوستم بودی. همه چیز به ملیسا ربط داره ساواش، همه چیز. نوستالژی نمیتونه نجاتت بده. ببین، میخوام از اینجا برم. میدونم که میخوای از اینجا بری. سفر بخیر. دیگه لزومی به این مسخره بازی ها نیست. نوشتن قاتل روی دیوارم میگه. من هر روز با این حقیقت بیدار میشم. از این به بعد راحت باش. حالا که داری میری از طرف من، خطری تو رو تهدید نمیکنه. ملیسا رو من نکشتم مرد. من نکشتم، فهمیدی؟ اون نمرد. یعنی چی نمرد؟ پس کجاست؟ کجا قایم میشه؟ دیگه اسم ملیسا رو به زبون نمیاری. کس دیگه ای ندارم که باش حرف بزنم. منم نیستم پسر. الان از اینجا گم شو برو.